سلام دوستان عزیز، در این ویدیو سوالاتی از هوش و توانمندی‌های ذهنی آماده کردیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی نمایید. مجموع 5 عدد که مضارب متوالی عدد 3 هستند برابر 365 است. باقی مانده تقسیم بزرگترین عدد بر 5 کدام است؟ گزینه 1 1، گزینه 2 2، گزینه 3 3، گزینه 4 4. گزینه 4 صحیح است. اگر m و n اعداد طبیعی تک رقمی بوده و مجموع اعداد 1 تا 8m برابر مجموع اعداد 1 تا 24n باشد، حداکثر اختلاف m و n کدام است؟ گزینه 1 3، گزینه 2 4، گزینه 3 6، گزینه 4 7. گزینه 3 صحیح است. اگر اختلاف عددی صحیح از 7 دو برابر اختلاف آن عدد با 11 باشد، باقی مانده تقسیم این عدد بر 6 کدام است؟ گزینه 1 2، گزینه 2 3، گزینه 3 4، گزینه 4 5. گزینه 2 صحیح است. میانگین 3 عدد ریشه پنجم رادیکال 8 بر 16 و 1 بر روی رادیکال 2 به علاوه 2 و ریشه پنجم 243 کدام مورد است؟ گزینه 1 5 سوم، گزینه 2 4 سوم، گزینه 3 1، گزینه 4 2. گزینه 2 صحیح است. یک گروه هنری 90 اثر را در گالری نصب کرده و حداقل ظرفیت گالری برای شروع نمایش نصب 210 اثر هنری است. اگر هر 3 ساعت 5 اثر در گالری نصب شود، حداقل چند روز طول می‌کشد تا گالری برای نمایش آماده شود؟ گزینه 1 5، گزینه 2 4، گزینه 3 3، گزینه 4 2. گزینه 3 صحیح است. کاری را 3 نفر شروع می کنند و پس از انجام 20% از کار 1 نفر از آنها جدا می شود و 2 نفر دیگر بقیه کار را در 6 روز به اتمام می رسانند. اگر کار را 3 نفری به اتمام می رسانند، چند روز زودتر کار را تحویل می دادند؟ گزینه 1 1، گزینه 2 2، گزینه 3 3، گزینه 4 4. گزینه 2 صحیح است. حاصل ضرب عدد 3 رقمی ABC در 13 برابر عدد 4 رقمی است که به 654 ختم می شود. مجموع A، B و C کدام است؟ گزینه 1 18، گزینه 2 17، گزینه 3 15، گزینه 4 16. گزینه 4 صحیح است. جدول زیر اعداد داده شده برابر مجموع 3 خانه مجاور است. مابقی جدول به کمک اعداد یک رقمی مثبت بدون تکرار کامل می شود. میانگین اعداد مشترک در بین همه حالتهای ممکن کدام است؟ گزینه 1 3.5، گزینه 2 3، گزینه 3 2.5، گزینه 4 2. گزینه 3 صحیح است. طول مستطیلی 4 واحد از عرض آن بیشتر است. اگر اندازه قطر رادیکال C باشد، مساحت مستطیل کدام است؟ گزینه 1 8، گزینه 2 7، گزینه 3 6، گزینه 4 5. گزینه 2 صحیح است.
اگر قطر همه دایره ها برابر باشد محیط کدام شکل زیر از همه کمتر است؟ گزینه 1 الف، گزینه 2 ب، گزینه 3 جیم، گزینه 4 محیط همه اشکال یکسان است. گزینه 4 صحیح است. بنابر الگوی زیر اختلاف تعداد دایره ها در شکل 15 و 16 کدام است؟ گزینه 1 30، گزینه 2 32، گزینه 3 34، گزینه 4 36. گزینه 2 صحیح است. با کنار هم قرار دادن 40 چوب کبریت یکسان 16 مربع کوچک در یک مربع بزرگ ایجاد می شود. حداقل با برداشتن چند چوب کبریت در این شکل مربعی دیده نمی شود. گزینه 1 7، گزینه 2 8، گزینه 3 9، گزینه 4 10. گزینه 3 صحیح است. در شکل روبرو چند دایره دیده می شود؟ گزینه 1 69، گزینه 2 70، گزینه 3 68، گزینه 4 71. گزینه 1 صحیح است. نتیجه بازتاب شکل زیر به ترتیب پس از بازتاب نسبت به محورهای D1 D2 D3 کدام است؟ گزینه 1 2 3 یا 4. گزینه 2 صحیح است. شکل به هم تنیده روبرو از چند قسمت مجزا تشکیل شده است؟ گزینه 1 1، گزینه 2 2، گزینه 3 3، گزینه 4 4. گزینه 1 صحیح است. یک هنرمند می‌خواهد تصویر زیر را با رسم کوچکترین جزء از تصویر و به کمک تقارن محوری بسازد. وی حداقل چند بار از تقارن محوری استفاده می‌کند؟ گزینه 1 5، گزینه 2 4، گزینه 3 3، گزینه 4 2. گزینه 3 صحیح است. کدام مورد در خصوص شکل روبرو صحیح است؟ گزینه 1 مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد. گزینه 2 مرکز تقارن ندارد ولی محور تقارن دارد. گزینه 3 مرکز تقارن و محور تقارن دارد. گزینه 4 مرکز تقارن و محور تقارن ندارد. گزینه 4 صحیح است.